التماس تا آخر با دقت گوش کنید. اگر امکانیت باشه معقول توشید، اگر کمی رحم و مسلمانی باشه، کمی تاجیکی باشه، همون یک لایک کامنتر نویسه. تو کلمت گابزانی مقصد خیلی رو در نظر دارم. بیایید این همین مترو لوبلینا کراسنودارسکی پیش بازار لوبلینا بیایید خاطی من گابزانی پیش. ای مردم یاردم کمک کمک کنن یاردم کنن. تو اپراسیا بگذارونی؟ همون رودای غوث هم میبرن ایده طرف. هم میگیرن میگیرن میپرتوین و میچسبونن. و چند فرزند داری اکا؟ دو بچه. دو بچه چند ساله هم؟ تاش 6 ساله تاش 10 ساله. الله شوی که پول نیستی چی میگن نیست باید خودتون بفهمید. خودن اکا دو در داری؟ دو در سه اپا داری و زندگی خچونن؟ السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک کدوم شما باشه. اولش پروردگار و شما هستید که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید. دوستان مهربان، پروردگار از شما راضی باشه. ان شاء الله ما از شما راضی هستیم. برادران مهربان، برادر ما از خود هندوستان پیش ما اومدگی، برادر تاجیک خودمون است. امید جان نامش از جرگاتال، از تاجیکستان، از جرگاتال، از ناحیه لخش، از ناحیه لخش که نامش آمدیم. دوستان مهربان، اینجا همسین فشتگی اینجا بچه خالش خیلی همه شاد شاد گام بزنیم. این برادر ما رو خانش میتیم راستش گپ زدن نمیتونه. التماس تا آخر با دقت گوش کنید. اگر امکانیت باشه معقول توشید، اگر کمی رحم و مسلمانی باشه، کمی تاجیکی باشه، همون یک لایک کامنتر نویسه بتونه کمک کنه. نتونه التماس گپ زیادی ننویسه. اکا جان چی نام دارید؟ سلامتی مردم. سلام علیکم. بلند گپ زن اکا جان. سلام علیکم. میجان نام دارم اکا برادرو. یعنی برادرایی که جیراتو کمک کردن $3000 رفتیم آنالیز را سپردیم هندوستان. بعد گفتن که $12,000 اپریسا میشود. هیچ شرایطی ندارم برادرو. کسل چی اکا جان؟ فقط شکم میروار بود و بتین جلش دیگه. نه از من سیانکوش نشون میتیم. ای چند قشم کسل داشت ما؟ یک سال. یک سال شده. در دوام یک سال شما با همیشه هست برادر من تا آخر گوش کنه. من این مایکش هم میبرم. همه بیزو کن تلفونه. یعنی که این مایکش هم میبرم میبینه بچه حالای. در هم دوام یک سال همی درد شما را همچنین کرد. پیش چی کار میکردی؟ چی کار اگر بودی؟ استرویکا میدارم. استرویکا میکردی خب؟ همون لخ شو. دوستان مهربان، نامی اکا امید جان. اکا در حقیقتا کسل است. بیمار است، برادرها هستن. مقصد کارتای بچه خالش هم میمونیم، رقمای بچه خالش هم میمونیم. همه التماس بیزو کنی، ای بالاش پالیاتش کنی. خوب دوستان مهربان، اگر که چقدر که در سیام کنم میدونم میبیایا. اکو یا در تاجیکستان اپراولینی دادیم بچه با هندوستان برای که اپاراتوری که در اونجا هستن متاسفانه بعضیاش در خدمت نیستن. همه دکومنت فکت دلیل یعنی که همه چیز از هندوستان اومدگه. برادر از هندوستان پریده دوشنبه دینه یا امروز پرید امروز روز یک شنبه است. شنبه یک شنبه امروز شنبه است. شنبه آگوست نگاه کنید. ای دوشنبه پرید روز مسکو برای همین زبور کردن اومد. ما را با خاطر خدا اتکاش نکردیم. این رود هم رودای غوث است. نگاه کنید که برادر نمیدونه یوتیوب چقدر جال میزنه. این رودای غوث است که با واسطه کامera یعنی که این درنی همین رودای غوث آبخلو هستن. یعنی که آبلوهای هستن که در درون رودای غوث پروردگار هیچ کسی درد نشانتیه. یعنی که از قفو همو شلنگ کامera دو را پیش میکنن و همو چی میگن سیومکو میروان تا آخر پول نه. اگر که میایونی جزیره آباد درن باید که همین سوم مبلغ 1,200,000 ارسی در کار $12,000 قریبا 1,200,000 در کار. دوستان مهربان که همین سوم جمع شوه تا این برادر بروا اپراسیش به خواست خدا بگذارونه. خواهش میکنم از من سخن اکم میتیم نه برادر. اکا جان شما چی میتید؟ مردم نه سلام میتیو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی همین امید برادر مای خیلی کمک کنن اکای بابا جان. این برادر $12,000 گفتگیان مقصد جمعش کنیم با روانش کنیم یا تاییدیان با خطی میریم اپراسیش میکنیم. اکا چیه با چی خداوند شفا دیانده و انشاءالله اکا همی قچیه ای مردم. چی گفتن اکا امید؟ همین مردم چی طلب داری؟ یعنی که آدم تو مجبور نشه پیش یک از گردن کج نمیکنه. میدونم مجبوری انجام ده. همین تهدید تا پول نگافتن تو مردم فهمن. ای مردم یاردم کمک کنن یاردم کنن.
تو اپراسیا بگذارون یا همون رودای غوث میبرن اید طرف هم میگیرن میگیرن میپرتوین و میچسبونن و چند فرزند داری اکا؟ دو بچه چند ساله هم؟ تاش 6 ساله تاش 10 ساله چند اکا و دودار داری؟ دودار یا دودار سه اپا داری و زندگی خچونه؟ خوب نگاه که برادری عزیز همه سومی که جمع میکنی مبلغه یا یعنی که شما باید حاضر مبلغ جمع کنی و دست روش پری ابراد نبری یک مورا خط کی رفته بودی؟ خودم توقع رفته بودی خود توقع با همون هندوستان رفتی؟ هندوستان پیروچ خریدم در 500 پیروچ که پلاد نیست چند سو میگیره؟ $500 پیروچ خط ای دفعه خطی که میره شما میره؟ کی میره؟ فکر من یک تمام میریم یک تا تو خط شو میری؟ دخترها گفتن که آدم خطی بگی بیا مقصد آخر از همیشه نگاه بینت کنن به همونجا خیلی میریم یک تمام نگاه میریم نگاه بینشون نمیشون خوب دوستان مهربان این برادر درگاه خداوند اولش بعد خداوند در دل شد و جب اکای امدین سیون که کرسته بچه خودش بیوجا برادر عزیز یک جای ما تمتره این پیشتر بیاد در کامera بیای این بچه خودش اینو میشه که نمره اکای دوستمراد هم میمونیم کارت اکای دوستمراد هم میمونیم به خاطر خدا یعنی که این قطعه این برادر نگاه بینشون در کجا زندگی میکنی؟ مترو براسلاوس که میستن کسی میخوای ای پیش بیای ببینی اکجون اگر امکانه باشه بخشش من باید نشون بدم که بعضی چی میگن خیتی رو با گام نزنن اون چی کمیه اوسو بذار خوب جبران نگاه کنی برادرو این همه اکام راست بخ کامنت راست ببینه که تماما همه وقتی که آدم هضم کردن نتونه خوردن نتونه میاد پولسی خراب میشه یک مرد که این تولد 90 کیلو 90 بچه 33 ساله اکجون الله شوی که پولسی چی میگن باید خودتون بفهمید خداوند برادرش شفای کامل بتیا رحمت برای دستگیریتون التماس کردم که خیر کردنی از نزدیک یگان مبلغی خوب بیا از پیش ببینیش هم صحبت خطیش و کمک کنی به خاطر خدا به خاطر همین برادر الله شاهد که من با بگم تو کلمت گابزنی مقصد خیلی رو در نظر دارم بیای این همین مترو لوبلینو کراسنودارسک پیش بزرگ لوبلینو بیای خاطی من گابزنی پیش الله شاهد که نمیخوام گپ پس بلند بگم همین مردکا مجبور میشن درگاه خداوند اول میرن خداوند به سبب میشه اسرای میکنن ما هم یک زبور میکنیم به خاطر الله این برادر یک کمک شوه بیا پیش گپ زنیم همین برادر مجبور شده اکجون خداوند شفای کامل بتیاو چی گفتنیم خیر کارتر میمونیم التماس خدمت امکانه داره یاردم خدمت اگر که وقتی مردم گرفتن میخوای که یگان چون اینترسات کنی وقتی مردم نگی برای که این مردم مجبورن کسا در حقیقت میخوان چی میگن میز میکنن یک سومی مبلغ جمع شد برای همین برادرمو اکر امیدجون بودید خداوند شفای کامل که برای کار التماس ویدیو را پاک کنی بلاگرای تماشا میکنه که اگر امکانات کمک ایمانی مسلمانی و رحم در دل داشته باشین خواهش میکنیم یا ثواب شه سپدیلی سکنی تو این برادر اقلا چی میگن شفا بیا و یک مبلغ جمع شد خداوند شفای کامل برای کار از رحمت برای دستگیریتون سلام باشی ان شاء الله